فرافکنی اختری یا آسترال پروجکشن تفسیری ماورالطبیعی است از یک تجربه خارج از بدن و بر این باوره که ما میتونیم بدن فیزیکی یا جسممون رو هنگام خواب یا مراقبه عمیق ترک کنیم و در حالی که ممکنه فراطبیعی به نظر برسه، اما باید بهتون بگم که این پدیده تو دنیای واقعی که تو اون هستیم اتفاق میفته. به کانال آستروالناس خوش اومدید. تو این ویدیو این پدیده رو بررسی میکنیم و بعد تمرین ساده اون رو با هم مرور میکنیم. با من همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. این اصطلاح برای توصیف روح و بدن اختری به کار برده میشه که روح بدن فیزیکی رو به قصد سفر به هر جایی که دوست داره ترک میکنه و در واقع فرافکنی اختری تلاش عمدی شما برای حرکت آگاهیتون از بدنتون به یه بعد و سطح دیگه‌ایه و آگاهی شما به سادگی در بالای بدن فیزیکیتون شناور میشه و به عنوان یه شخص ثالث تمام اتفاقایی که تو اطراف میفته رو میبینه. به طور ساده‌تر ما 3 کالبد داریم تو بدنمون. کالبد فیزیکی یا جسم، کالبد روح که فقط زمان مرگ قطعی از بدن انسان جدا میشه و منبع اصلی انرژیشو از کائنات میگیره، و کالبد اختری. کالبد اختری کالبدیه که ما فقط زمان خواب باهاشیم. یعنی زمان خواب کالبد اختری از ما جدا میشه و ذهنمون و جسممون با هم به خواب میره و هوشیاریشون هم به 0 میرسه. تو برون فکنی مغز کالبد اختری رو میتونه درک کنه و هر چی که شما تو این کالبد موفق شید ببینید به خاطر میسپاره و وقتی بیدار شید به یاد میاره. اما برعکس تو خواب کالبد اختری از بدن جداست، مغز اون رو ندیده و در نتیجه درک نمیکنه و بعد خواب هم معمولا چیزی به یاد نمیاره. خواب با قده پینال مغز کار میکنه و خوابامون توسط خودمون، دیگران و آنالیز اتفاقات روزمره‌مون صورت میگیره. با این تجربه میتونید فیزیک دنیای غیر فیزیکی رو کشف کنید و به تعادل ذهن و بدن و روح دست پیدا کنید. اینو بدونید که روح و بدن فیزیکی شما با یه بند نقره‌ای به هم متصل شدن و کسی نمیتونه این تصاویر رو قطع کنه جز خودم. شما آزادید که هر چقدر دوست دارید کاوش کنید و مطمئن باشید که 100% به این دنیای فیزیکی برمیگردید. تمرکز و تعهد برای فرافکنی اختری خیلی مهمه و کشف وجود اختری کار ساده نیست. پس تمرکز و دقت و تمرین بیشتری نیاز دارید. وقتی میخواید بخوابید یهو از مرحله بیداری وارد مرحله خواب نمیشید. این بین یه حالتی بین خواب و بیداری هست که باید اول از اون عبور کنید. اون حالت همون حالت اختریه. پس دست یافتن به حالت اختری به ساده ترین روش اینه که ما بتونیم تو اون حالت بین خواب و بیداری بمونیم و خوابمون نبره. وقتی تصمیم میگیرید با انرژیتون و بدون بدن فیزیکیتون سفر کنید، در حال فرافکنی اختری هستید که از روی عمد وجودتون یک روح و یا آگاهی رو فرض یا تصور میکنه که از بدن جداست و قادر به سفر به سراسر جهانه. توانایی که میشه با زمان و تلاش توسعه‌اش داد. خب بریم سر تمرین. یا بشینید یا دراز بکشید. هر دو رو تو راحت ترین حالت ممکن انجام بدید. چیزی با بدنتون در تماس نباشه، مثل عینک، زیورآلات. تمام عوامل حواس پرتی رو حذف کنید. تلفن همراهتون رو خاموش کنید و هر گونه زنگ آلارم و صدای احتمالی رو قطع کنید. فضا رو تاریک کنید و دمای فضا رو حالت مناسب نگه دارید. نفس‌های عمیق بکشید. ذهنتون رو از هر فکری جز نفس کشیدن خالی کنید. کم کم متوجه بی‌حس شدن بدن خودتون خواهید شد. احساس قطع ارتباط رو تجربه خواهید کرد. این طبیعیه. روح شما از بدن جسمانیتون رها میشه. تمرکزتون رو حفظ کنید و به یاد داشته باشید تمام فرآیندها
با تمرکز و تصور انجام میشه و نیاز به هیچ حرکت فیزیکی نیست. پس از مدتی موج سنگینی رو تجربه خواهید کرد. حتی ممکنه آگاهی از بدن فیزیکی خودتون رو از دست بدید. نترسید یا هیجان زده نشید و با اون مبارزه نکنید. کم کم شروع به تغییر آگاهی به یک فرکانس و ارتعاش متفاوت خواهید کرد. فرافکنی اختری شما شروع شده. برای اولین بار این انتقال شاید کمی گیج کننده باشه. احساس لرزیدن و درخشش تو بدن طبیعیه. وحشت نکنید و بدونید که اینا واکنش‌های انتقال شماست. متمرکز بمونید. حواس پرتی یا حس ترس به خودتون راه ندید. بذارید ارتعاشات از روی شما بگذرن. هرچند ممکنه وسوسه انگیز باشه، ولی بدن فیزیکیتون رو تکون ندید و حتی به چیزی فراتر از نفس کشیدن و سفرتون فکر کنید. وقتی از این وضعیت عبور کردید و در مرحله ارتعاش قرار گرفتید، میتونید شروع به اعمال قدرت اراده خود کنید. خودتون رو در حال حرکت بدون تحرک فیزیکی مجسم کنید. این نکته فرافکنی اختری شماست که باید جهشی از ایمان داشته باشید تا بتونید انجامش بدید. شما باید خودتون رو به حالت انرژی آرام جدید از بدن فیزیکی خودتون ببرید. کار آسونی نیست. مثلا تصور کنید دستتون به آرامی به سمت بالا حرکت میکنه. یا یک میله یا طناب رو جلوتون تصور کنید و تجسم کنید با ذهنتون دارید از اون بالا میرید. اراده خودتون رو برای فشار دادن یا بلند کردن تو بدنتون درگیر کنید. ذهن شما با این موضوع مبارزه خواهد کرد. پس اگر به بدن فیزیکیتون کشیده شد نگران و ناامید نشید. فرصت برای انجام این کار زیاده و محدودیتی برای تعداد دفعات خروج از بدن فیزیکی وجود نداره. تو اولین تجربه و کاوش از زاویه دیگه به یه چیزی تو خونه نگاه کنید تا هنگامی که به بدنتون برگشتید بررسی کنید که آیا همون چیزی رو دیدید که تو دنیای واقعی میبینید. دقت کنید که واسه بار اول از جسمتون دور نشید. هنگامی که آماده برگشت به بدن فیزیکی خودتون هستید، فکر کنید که خود فیزیکی و معنوی شما همیشه تحت کنترل شماست و کافیه اراده کنید تا به جسمتون برگردید. خیلی ممنونم که با من تا انتهای این ویدیو همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو تو کامنت حتما برام بنویسید.